سلام. حالا احوال شریف خوبه؟ رفقا، تجربه موشکاف نشون داده که هر وقت آخوندا یه ضربه سنگین دریافت میکنن بلافاصله شترق صدای ترک خوردن کله ولی فقی به گوش میرسه و تا مغز استخون عظما تیر میکشه. حالا این حکایت تمدید مذاکرات و مصائب عظما. از یه طرف خودش میاد وسط و اینجوری قربون صدقه تیم مذاکره میره. این را هم در کنارش عرض بکنم، هیئت مذاکره کننده ما پرتلاش و جدی هستند، حقاً و انصافاً. ایستادگی میکنن، با منطق حرف میزنن، زیر بار حرف زور نمیرن، دارن کار میکنن. اینم همه توجه داشته باشن. حالا جزئیات رو غالبا مردم مطلع نیستن، اونچه که میگذره در این گفتگوها. نه، با جدیت، با منطق، با دلسوزی دارن کار میکنن و منطقی هم عمل میکنن. از اون طرف نوچه های دلواپسش بی خیال قربون صدقه های علی گدا همچنان بیدنده و ترمز پته مذاکرات رو آب میریزن و حال علی گدا رو میگیرن. ببینید طلسم ولایت تا کجا شکسته که فاطمه عالیا هم واسه عظما شاخ شده. با خدعه و خنده هیئت مذاکره کننده ما را به اشتباه انداختن. قرار بود ظرف 1 سال همه تحریم های غیرقانونی در قبال تعطیلی برنامه هسته‌ای لغو شود و بخشی از دارایی های سرقت شده خود را پس بگیریم. حالا میگویند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کردیم. شریعت نداریم تو ولایت مداری یه سور به فاطمه عالیا میزنه و با زبون بی زبونی میگه توافق و مذاکره و این حرفا همش کشکه، دار و ندار رو دارن میبرن. توافقی در کار نیست. آمریکا تحریم ها را لغو نخواهد کرد. عربستان دنبال کارشکنی علیه توافق 5+1 با ایران بود، اما فرانسوی ها از آنها خواستند آرام باشند، چون کنگره آمریکا توافقی را که به نفع ایران باشد نمیپذیرد. بله، اینم از میزان حرف شنوی نوچه های دلواپس از ولی امر مسلمین جهان. اون طلس شکسته اومد با حمایت از تمدید مذاکرات جونورای دلواپس رو خفه کنه، اما ظاهرا هربده ها بیشتر شده که کمتر نشده. حالا جدای از این علی گدا تو سخنرانی پس پریشبش یه گوشی هم از کوسه کشید تا شاید بتونه تو جنگ قدرت یه ذره چشمی از شیخ اکبر بگیره. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر اینکه احساس مسئولیت بدون داشتن بصیرت بسیار خطرناک است گفتند برخی افراد در دوران مبارزات قبل از انقلاب و در 3 دهه اخیر با احساس مسئولیت اما بدون بصیرت اقداماتی کردند که در نهایت به ضرر نهضت امام و انقلاب و کشور تمام شد. کوسه هم که دید علی گدا داره دور برمیداره رفت سراغ یکی از آخوندهای دمکلفت قم تا اینجوری جلوی علی گدا در بیاد و با خرج کردن رابطه هاش عظمای در گل مونده رو بچزونه. حضرت آیت الله وحید خراسانی با توصیه هایی در مورد دانشگاه آزاد اسلامی و تجلیل از مدیریت آقای هاشمی رفسنجانی نکته‌ای درباره عدم نتیجه گیری در مذاکرات هسته‌ای متذکر شدند و گفتند اسرائیل و سعودی از نتیجه مطلوب ممانعت کردند و راه قطعی این است که آقای هاشمی به عربستان سفر کند. چند بار تأکید کردند که باید این سفر انجام شود، چون تنها شخصیتی که میتواند عربستان را مجاب کند آقای هاشمی است. سفر او به نفع جهان اسلام و ایران است. بله، ضربه تمدید مذاکرات کار خودشو کرده و یه مسابقه بوکس دیگه اونم تو بالای نظام به راه انداخته. اینطور که بوش میاد این تازه اول راهه. اوضاع بیریختر از این حرفاست.
هر چی زمان میگذره شکاف ولایتم بیشتر میشه. 1 بار جستی 3 دلی، 2 بار جستی 3 دلی، آخر به دستی 3 دلی. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.